لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم همگیتون خوب هستین. خوبی شما آرزوی همیشگی من از تماشابینان عزیز. ولوگ امروز را از همین وگزال سر میکنیم تماشابینان عزیز. ما همه کسا اویلا میگیم ما شوهرم دخترچم شهری وای رفتیم تامبوفسکی область برای دکومنت رفتیم برای که بگیم من قطعی کودک گражданство سپرده استیم. شوهرم دارم ما بگیم زاکس دارم قطع شوهرم اکر ما باید فتوات کنم گражданство ده جد رو مدیم کمتر وای کیفسی گرفتیم قطعی کودک ما شوهرم شیشتیم ما خیلی کمتر سلامتیم خوب نیست تماشا بینی عزیز. مرا دیت فرماندگان من نخوردم بگیم برای شوهرم دخترم کیفسی رم بلیت را گرفتیم و سه تا بلیت ما 5000 قریب 6000 شد بگیم. من کنازی میبریم پاییز نگاه داریم پاییز من 7:00 سر میشه 19:00 این وقتی اوجه پاییز قبول کردنی اونمو میشنیم نصیب کرده باشه ساعت 5 ساعت там بفته میشیم تماشا بینیم عزیز. بعد یکان مهمون خونه میگیریم ساعت 11 ما زاپیس داریم باید رفتیم اما جایی برای دکومنت سپریدن ایدیوم بر روزی ماهای بگیم در تنبوف. ما یک بار اومدم یک هفته دو بار ما تنبوف اومدیم. ما یک بار اومدم کمتر کارمون چی کردیم ایسوسو گشتیم گفتم با بیایه کودکان بیاریم گفتم برای اول باز اومدیم و دیم باره تماشا بینیم عزیز. ما پاییزه شده من این دورینی پاییزه پاییزی بگیم وایده خیلی کوپه نیو چون دامده نیز نیمه خیلی نه خیلیش گرفتیم ده آبشی هم یک وکانده چند کسان بگیم اکنیم خیلی انجا کشون همه ده پروستی پدد یعنی که 3 کسان خیلی ناو دادن پروستی پدد یعنی که را کردم من قطعی دخترم هر دوم پایانده شوهرم بالا ده بگیم خیلی کده پروستی پدد یعنی که را کشتیم تماشا بینینی عزیزو و مخیرهای سفید خدا خواهد بریم کارمون حل کنیم بگیم امش بشوه که یکم اتابی دکومنت سپوری دوستانی عزیز یکم اتابش گذاریم انشالله خدا خواهد بعد وای طرفش آسان میشه تستر میشه ده بگیم. اینم خیلی دوستانی عزیز ولوگ کمتر درازه خیلی تو آخرش تماشا کنین دستگیر فراموش نکنین تماشا بینین عزیز. چند قبل که من ولوگ نا پارت اف تست بودم ایدمی دکومنت و داوداوی دکومنت بگیم بعد چند روز داره بعد مزام نبود کمترک خدا را شکر خیلی سوز موزی سر برو شکر نخدا من کمتر دو وای خود خدا شکر نخسیدم. دوستان عزیز تا آخر ولوگ تماشا کنین دستگیر فراموش نکنین ولوگ کمتر درازه خیلی بدتون هم بگیره بخشش زیاد تماشا بینینی عزیز. تو باور میکنی یا نه آیا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه آیا ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی یا نه آیا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه آیا ای مادری زارم تماشا بینانی عزیز علاقه شب شد خوراک شما میخوریم مناسب کرده باشه و ما اشتیای طعام کدام خودسه بابایو هم اشتیای طعام چخالی که میدونین در اون پاییز خوراک نمیتین من همه چیز را خونه دا تیار کرده آوردم. گوشتی مرغ کمتر بیرون کردم برای شوهرم دخترچم برای خودم گوشتی کوب جوشاندگی مده فقط چیزای جوشاندگی گفتگی انده دختر برای هوا نصیب کرده باشه
سوق سلامت که بو رسیدیم با وокзал همجای سیام کده شما در پرتون ساعتی 5 سری ما در تنباف میشیم تماشا بینانی عزیز. سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی بی مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی بی مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه تماشا بینین عزیز سوق سلامت اومده رسیدیم و خدا با شکر میریم اوزی مهمون خانه در کم در دم میگیریم ساعت 11 باید رویم ایدیم کار برامون شویم کارمون همش که حل کردیم کم ترک تماشا میکنیم شهر ایسوسونشا بگیم شهری تنباف چه خیلی بوده تماشا بینین عزیز من یک بار اومدم بگیم کوچه‌اش رنگی همی کوچه‌های نگورنی خانه‌های برک و همه خیلی ده خانه‌های پستک همه کوچه‌های نگورنی ده ما یک چند سال زندگی کردگیم در یادم هسته هم خیلی خانه‌های پستک داشتن بعدن با جای خیلی خانه‌های کلون و بلند داشتم هسته حولیوش که من در نظر دارم که خانه‌های مایده تریزچاکوی این قهقیه جای بود بگیم ده اینترسی تماشا کردن ویاش رنگ همی تاجیکستان خیالکن در تاجیکستان گشتستم همین خیلی دوستانی عزیز این وокзал ده ماهازی میریم و تاکسی فیرود کردیم میریم مهمان خونه با کجایی که تماشا کردیم شما را قطیمون میگیریم ما شما را نشان میتیم که کجا را گشتیم و تمافته سخن سر میکنی یا نه تماشا بینین عزیز کارمون اما بود کردیم همش نصیب کرده باشه سینی مسکو با سفر کردیم بلیت پویز در نیفتیم همون روز دستراز بلیت نبوده بلیت رو تمام شدیم یک روز دو روز پیش بلیت یافتنش آسانه بگیم گرفتنش ما همون روزش را نتونستیم وокзал اومدیم و با اتوبوس قطی میرویم با ما روی سفید دوستانی عزیز نصیب کرده باشه بعد یک ماه با ما انتظاریم که ما فیرود کنن گفتن که یک ماه دیگه انتظار شوین خیلی دکومنت هم خیلی تماشا بینین عزیز یک ماه دو ماه جداد میکنیم بگیم که فیرود کنن دوستانی عزیز ما رسیدیم مسکو در سوق سلامت تاکسی داشته سنی خونه رفتیم خیلی در پناه خدا باشین مردم خوبی مسلمانی روی دنیا تا ویدیوهای آینده خداوند همه گیت نگهبان باشه.